این کاملا ضد آبه، حتی از قسمت دوختاش هم آب رد نمیشه، ولی این به درد کوهنوردا نمیخوره، فقط به درد طبیعتگردا میخوره. به این وسیله میگم پانچو به درد طبیعتگردا میخوره. تو بارندگی های طولانی مدت میتونن در امان باشن از خیس شدن. ولی نکته‌ای که وجود داره، اولا که به درد کوهنوردان نمیخوره چون حرکت شما رو محدود میکنه تو کوه. اگه قرار جای دست به سنگ بشین تو پیمایش‌های کوهنوردی، پانچو نپوشین. و نکته دوم اینه که این پانچو اگر راه تنفس مثل این کار نداشته باشه، فایده‌ای نداره. شما بعد از یه تایمی داخل پانچوتون خیس میشه بابت اون رطوبتی که از بدنتون میخواد خارج بشه و پانچو گیرش میندازه. پانچو از برند صخره یک کار خیلی سبک تو دو تا رنگ الان موجودش داریم. وزنش کلا 200 گرمه، حجمش خیلی کوچیکه. نکته مثبتش هم این دوخت‌هایی هستش که آپارات شده است و حتی از درز دوختاش هم آب به داخل پانچو نفوذ نمیکنه. دو تا سایز هم موجود داره. یه نکته مثبتی هم داره، جای کوله داره که شما میتونید با کوله بپوشین، کوله‌تون هم خیس نشه. کلاه هم داره، اگه کوله هم نداشتین قسمت پشتش رو با این دکمه‌ها جمع می‌کنید که دیگه کوله نپوشید، خودش رو خالی بپوشید.